باور نکردنیه. تصویرت رو ترمیم کن، افزایش کیفیت بده، اونم کاملا رایگان. توی قدم اول وارد مرورگر کروم میشم، LMRNA AI رو سرچ میکنم، روی سایت اون کلیک میکنم، چند لحظه صبر میکنم تا این سایت برای من لود بشه. در این قسمت کلیک میکنم، حالت دایرکت چت رو انتخاب میکنم، میام پایین سمت چپ روی گزینه جنریت ایمیج کلیک میکنم، در بخش کناری اون آپلود ایمیج رو میزنم، تصویر مد نظر خودم رو آپلود میکنم. برای نتیجه بهتر یک پرامپتی رو برای اون در نظر میگیرم. میام بالا، دقت داشته باشید مدل هوش مصنوعی ما حتما روی حالت سیدریم اور باشه، اون رو انتخاب میکنم، روی این قسمت کلیک میکنم، چند لحظه صبر میکنم تا عملیات ترمیم و بازسازی برای من انجام بشه. خب همونطور که میبینید عملیات ترمیم و بازسازی به خوبی برای ما انجام شد. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره، این تصویر کیفیت مناسبی برای چاپ نداره. چه کاری باید انجام بدیم؟ میرم وارد سایت بعدی میشم، این تصویر خودم رو دانلود میکنم، وارد سایت بعدی میشم. خب توی این سایت دو تا گزینه آپسکیلر و آپسکیلر پرو رو داریم، هر کدوم رو خواستید میتونید به سلیقه خودتون انتخاب کنید. روی گزینه آپلود ایمیج کلیک میکنم، تصویر مد نظر خودم رو وارد میکنم، منتظر میشم که عملیات افزایش کیفیت برای من انجام بشه. توی این قسمت میتونیم تا 16 برابر تصویر خودمون رو افزایش کیفیت بدیم و نهایتا اون رو دانلود کنیم. خیلی خوب دوستان، اینم نتیجه کاری که انجام دادیم. کپشن رو حتما بخونید، سیوش کنید، چون میدونم فوق العاده براتون کاربردیه.